عزیز دل شهریور ماهی، عزیز خوشقلبم، مهربونم، خوش شانسم، این پست رو لایک کن، ذکر گرهگشای یا مجیب رو برای من کامنت کن. از کسی که اول اسمش الف یا لام داره بهت پیشنهادی میده. این پیشنهاد هم برات گشایش مالی به همراه داره، هم سود داره. اگر استرس داری راجع به مسیر جراحی یا پزشکی، نگران نباش. من برات میبینم که مشاوره با یه پزشک یا یک پروفسوری که مقام بالایی توی این رشته داره، تو اون شاخه داره، شما مشاوره میگیری و میبینم یا پزشکت رو عوض میکنی و این مشکلت با دارو حل میشه. چشم و نظر توی مسیر زندگی هست عزیزم. از لحاظ احساسی و یا عاطفی به هم ریختگی زیاد داره شما و به خاطر اون بستگی هایی که توی خانواده خودتون براتون ایجاد شده به وجود میاد. یه سری دردسرهای مالی همیشه توی زندگیتون هست، یه سری بستگی ها هست که اینها از طرف خانواده خودتون من میبینم باشه. کسایی که تازه وارد ارتباط شدن، به کیس احساسیتون حرفی نزنین که ناراحتش کنه، یا اینکه از زندگی شخصیتون چیزهای زیادی نگین که دیگه برای طرف دلخوری و دلسردی به وجود بیارین. صدقه حتما بدین و پاکسازی انجام بدین.